سلام صبح بخیر بچه ها. ساعت 5:20 صبح، دمای هوا هم 9 درجه سانتیگراده. دارم میرم سر کار. این مسیر همیشگیه، سر کار منه. بیشتر وقتا با قطار میرم، از وقتا هم با ماشین میرم. خواستم براتون یه ویدیو بگیرم از یه چیز خیلی جالب آلمان رو بهتون توضیح بدم. ببین الان من میخوام چراغ ماشین رو خاموش کنم، فقط اینجا رو دقت کن. ببین تاریک، یعنی وقتی شما از مرکز شهر، از شهر یه قدم میای این ورتر، میای تو اتوبان، تمام چراغا خاموش، اصلا چراغ نداره که بخوان خاموش یا روشن کنن. کل اتوبانای آلمان بدون چراغه. ببین الان سمت چپ رو نگاه کنی، اینجا لاین سبقته. ببین هیچ تیر برقی، هیچ روشنایی شما نمیبینی. نگاه کن سمت راست هم همینطوریه، هیچ روشنایی. ببین هیچ روشنایی تو این اتوبانا نمیبینی. نه که فقط این اتوبان، تو کل اتوبانای آلمان وقتی که از شهر میای بیرون یه دونه تیر برق نمیبینی که به شما روشنایی بده، چراغ براتون روشن کنه. من باید با نور بالا حرکت کنم، وگرنه در غیر این صورت نمیتونم اتوبانو ببینم. اگر ماشین جلوم باشه که اصلا نور بالا هم نمیتونم استفاده کنم، بعد از چراغای ماشین جلویی استفاده کنم. ببین تو شهر چراغا روشنه. ببین الان اونجا شهره، تمام چراغاش روشنه، هم دارن کاراشونو میکنن، ولی یه قدم که پاتو میذاری بیرون کلن چراغا خاموش میشه. ببین الان اینجا یه قسمت دیگه است، یه ادیت زدم اینجا رو. ببین خروجیه، میخوام از اتوبان خارج شم برم بیرون. ببین یه دونه چراغ نیست، من باید حتما نور بالا بزنم. خیلی خطرناکه، خیلی. بعد پیچای خیلی تند، اینجا خیلی ماشین تصادف میکنه. البته کسایی که زیاد بلد نیستن، ببین خیلی از آدما نمیتونن تو شب اینجا رانندگی کنن. من الان اومدم یه قسمتی که میخوام تازه برم تو ورودی یه شهر، الان وای میستم سمت چپم سمت راستم و ببین تاریک، ظلمات، اصلا بیابونه، هیچ کس نیست. خدا نکنه اینجا ماشینت خراب شه. نگاه کن سبز، دوباره حرکت. ببین الان از تو اون اتوبان اومدم رفتم توی مسیر دیگه که به ورودی شهر نزدیک شه. انقدر این خیابونا، این جاده ها انقدر تاریکه. ببین الان اینجاها رو آدم گمراه میشه اگه دفعه اولش باشه اینجا بیاد. به خاطر همین اینا حتما میگن باید گواهینامه ما رو بگیرید. گواهینامه ایران رو اصلا قبول ندارن، به خاطر اینکه ایران اصلا این شکلی نیست، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون چراغونیه. الان اینجا دوباره ورودی شهره، میخوام برم تو ورودی شهر، حتما باید نور بالا بزنم، مسیر رو پیدا کنم، بتونم بیام سمت راست برم بالا. ببین کم کم دارم به شهر نزدیک میشم. الان شما از دور میتونید مثلا چراغا رو، چراغ خونه ها، چراغ خیابونا رو کم کم ببینید. معلومه که داریم میریم تو شهر. من تا تهش میخوام براتون فیلم بگیرم یه خورده متوجه شی. ببین اینجا میرسم سر چهارراه. ببخشید اینجا گوشیمو آوردم پایین به خاطر اینکه ماشین کنار دستم بود. اصلا اینجا با گوشی تلفن نمیتونی ور بری پشت فرمون، چه برسه بخوای فیلم بگیری. الانم چون 5 صبح بود من براتون این فیلمو گرفتم، یعنی موبایل دستم گرفتم. ببین الان اومدیم توی شهر، ناگهان شروع شد دوباره چراغا اومد، دوباره روال عادی. تو کشور ما دقیقاً اتوبانمون هم همین شکلی، تازه پر نورتر. حالا ما تازه اومدیم توی شهر، شروع شده چراغ و نور و خیابونای خورده روشن شده. وقتی که شما یه خورده چشتون مشکل داشته باشه، خود سنتون بالاتر باشه، نمیتونید تو این اتوبانا حرکت کنید، واقعا گمراه میشید. مخصوصا اگه اوایل ورودتون به آلمان باشه خیلی سخت میشه. الان اومدیم توی شهر، همه چی مرتب شد، چراغا روشن شد. به محض اینکه دوباره پامون رو از اینجا بذاریم بیرون، تاریکی مطلق. شما یا باید با نور بالا حرکت کنید یا باید یه جوری انقدر حواستون رو جمع کنید تا تصادف نکنید. برای همین اینجا خیلیا با نویگیشن رانندگی میکنن.